تجربت رو عزیزم به ما بگو. خیلی کارتون حرفه‌ای بود. مثلا از نظر حالا درد و اینا که مثلا من مسکنم یه بار فقط خوردم. اذیت نشدی؟ نه دردش قابل تحمله، واقعا قابل، چون که قبلش خیلی چیزای وحشتناکی شنیده بودم که دقیقاً درد زیاد و ولی خیلی خوب بود. خدا رو شکر. بعدم اینکه از نتیجه عملم واقعا یعنی سوپر نچراله، یعنی همون چیزی که خودم می‌خواستم، چون اتفاقا مراجعینتون میپرسیدن بیرون، من میگفتم دقیقاً دکتر اون چیزی رو که شما میخواین رو انجام میده و 2 بار ازتون میپرسه، یه بار قبل اتاق عمل، یعنی قبل اینکه عمل شروع کنه، چقدر حس خوبیه اون قبل جراحی شروع بشه میپرسی. خیلی خوبه. حتما همینطوره. ما البته 3 نوبت، یعنی یه بار فضای مجازی هست، یه بار مشاوره حضوری هست. حالا غیر از اون دوستایی که خارج از کشور تشریف دارن و به هر علتی نمیتونن مثلا مشاوره حضوری داشته باشیم، و یه نوبت هم دقیقاً من قبل از عمل، چون همیشه اعتقاد دارم آدمون به هر حال آدم ممکن نظرش عوض شه، ممکن مثلا چیزی که توی مطب ما با هم مشاوره داشتیم مثلا یه چیز دیگه باشه. بخاطر همین مثلا میگم تو روز اتاق عمل دقیقاً قبل از اینکه شما بیهوش بشین یه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم، یه گپ دوستانه با هم داشته باشیم و همون چیزی که می‌خواین ان شاءالله در حد توان ما البته